اینجا سیرجان هست. اولین جاده شوسه‌ای که در سیرجان کشیده شد که همین خیابان امام امروزی محسوب میشه. این عکس مربوط به دوره پهلوی اول هست. سالهای به نظرم سال 1307 باشه. شخصیت‌ها و رجالی که در عکس دیده میشن اینها بزرگان سیرجان هستند. اینجا سال 1317 هستش. قبول شدگان اکابر سیرجان. همونجور که در عکس نگاه میکنید افرادی که در عکس هستن اکثرا افراد بزرگسال، کبیر، اکابر، افرادی که دیگه سن سالی ازشون گذشته ولی خب حالا اومدن و آموزش پرورش زحمت کشیده داره فرهنگ اون زمان برای اینا هم کلاس گذاشته و اکثرا رو باسواد کرده. مرحوم نصیبی ردیف اول نشسته وسط رئیس فرهنگ اون زمان بوده که آموزش پرورش امروزی محسوب میشه. سال 1317 هستش. کارمندان بانک ملی مرکزی سیرجان، شخصیت هایی که در عکس مشاهده میشن مرحوم کارآموز هست، آقا سید مهدی عطاری هست، جد عطاری های سیرجان، آقا اعلا هست، آقای معرف رئیس بانک ملی هست. عکسی که مراجعه می‌فرمایید مرحوم دکتر صادقی هستش که در سن 7 سالگی در کنار پدر و برادران خودش قرار ایستاده. در عکسی که در کنارش مشاهده می‌فرمایید این عکس دکتر صادقی هستش، باز دوباره که در کنار شخصیت‌های سیرجان ایستاده و عکس گرفته. شخصیت بسیار بی‌نظیری که از لنگرود به سیرجان آمد و تمام زندگیش وقت با مردم سیرجان کرد، تمام هم و غمش برای مردم گذاشت. خانه تو، شبکه شکوه دیار کریمان.